الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وإمام الموحدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادرانم و خواهران موحدم، بإذن الله سبحانه و تعالی این حلقه 12 از شرح کتابی اصل السنه و اعتقاد الدین که عقیده ابو حاتم الرازی و ابو زرعة الرازی علمای سلف صالح می باشد. ان شاء الله سبحانه و تعالی در این حلقه به شما باز مسائل چند از موضوع القضاء و القدر یا که تقدیر و قدر رو بیان میکنیم. در 2 حلقه گذشته بسیار مسائلی که تعلق به تقدیر دارد شما فهمیدید. حالا باشد باز یک چند مسائلی جدید رو میفهمید. البته مسئله یعنی قضا و قدر یک مسئله وسیع است، مسئله نازک است. از همه جانبش من میخواهم کوشش بکنم که به شما بیان بکنم و تفصیل ها را ذکر بکنم تا که اعتقاد ما در بالای این موضوع که از توحید است صحیح، درست، موافق قرآن و سنت و فهم سلف صالح باشد. اینجا اولین موضوعی که میخوام صحبت بکنم این است که بارک الله فیکم، ما میگوییم قضا و قدر. هر دو این کلمه یعنی در قرآن استفاده شده و در سلف این امت استفاده شده. یعنی کلمه های شرعی هست، القضاء و القدر. قضا و قدر میگیم. حتی امروز یعنی توجیکو همین کلمه ها رو استفاده میبرن، قضا و قدر. بارک الله فیکم. چی فرق دارد؟ قضا و قدر از هم دیگر چی فرق دارد؟ علما درباره قضا و قدر 2 قول دارند. یعنی به 2 مذهب جدا شدند. یکی از طائفه از علما، مذهب اول، میگویند که القضاء و القدر از هم دیگر معنایش هیچ فرق ندارد، بلکه هر دوش به معنای متقارب است و هر دوش معنای چی اینچنین بارک الله فیکم هم معنا گویو، هم معنا استفاده برده می شود. هم معنا استفاده برده می شود. و مذهب دوم از علما هستند که بین قضا و قدر فرق می گذارند. البته اولا مذهب یکم رو اگر بیان بکنیم میگویند که قضا و قدر هر دوش به هم دیگر نزدیک است و این چنین میگویند که به یک معنا هست. قضا و قدر هر دوش یک معنا دارد. میگن برای چی؟ میگن برای اون که شریعت هر دوش رو به جای همدیگریش استفاده برده است. یعنی قضا به معنای قدر، قدر به معنای قضا، هر دوش معنای قدر رو میدهد. از همین جهت بعض از سلف این امت قضا رو به معنای قدر میفهمند. میگن که قضا هم همین معنای قدر است. قضا هم معنای قدر هست. این سخن رو حسن ابن علی رضی الله عنهما میگن. حسن ابن علی معروف است، یکی از جوانهای بگویم جنتی، چه خیلی که پیامبر صلی الله علیه و آله میگن الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه. حسن و حسین سید، بهترین جوانهای اهل جنت است. ریحانتانی در جای دیگر آمده است. این حسن نبیره پیامبر صلی الله علیه و آله میگفتند که قضا و قدر هر دوش معنا است. قضا به معنای قدر است. یا که حسن البصری کبار تابعین همین سخن رو میگفتند. یعنی خلافی که در معنای قضا و قدر است میگفتند این قدر خلاف بزرگ نیست، به این یگان اثری بزرگ ترتیب نمییابد. از همین جهت هر دوش رو ما چی میگیم؟ هم معنا میگوییم. مترادف، کلمه مترادف یعنی هم معنا. و از علمای دیگری هستند که قضا رو خاص‌تر از قدر میگویند. میگن که فرق دارد. مذهب دوم میگن که کلمه القضاء و کلمه القدر، قضا و قدر از هم دیگر فرق دارد. والله اعلم همین قول هم به نهایت
علمای معاصر قبول کردند و این قول مشهور است. میگن که القدر عموم هست، قضا خاص هست. چرا؟ قضا چیست؟ گفتند که القضا الفصل فی التقدیر. ببینید قدر چیست؟ گفتند هو التقدیر. قدر تقدیر است، یعنی نوشته شدنی همه حادثه هایی که در این عالم به وجود میاد، همه حرکت، همه نمودی جزئیاتی که از انسان، از حیوان، از طبیعت، از چیز به وجود میاد، همه این چیز نوشته شده است. همه چیزهایی که در لوح المحفوظ نوشته شده است این رو تقدیر میگن یا که قدر میگن. قدر یعنی نوشته شدن، تقدیر کردن. اما قضا چی؟ گفتن که والقضاء هو الفصل فصل والقطع. قضا باشد همون چیزی نوشته شده اگر به وقوع بیاید و قطعا به وجود بیاد این رو قضا میگن. بارک الله فیکم. این فهمش به نهایت فهمشی ضرور است، فرق گذاشتن بین القضاء و القدر. پس تقدیر همه چیزهایی که نوشته می شود، همه چیزهایی که نوشته شده است. الله سبحانه و تعالی به قلم امر کرد، قلم همه مقادیر رو، همه تقدیر رو نوشت. اناکنون هر وقتی که همین تقدیر به وجود می آید در روی زمین، در بین مخلوقات، این رو قضا گفته می شود. قضا یعنی فصل کردن همه چیز به جاش اومدن و رسیدن. بارک الله فیکم. مثلا ما میگیم بالمثال یتضح المقال، با مثال آوردن سخن واضح می شود. الله سبحانه و تعالی در تقدیر یک انسان نوشته است، یک مرد نوشته است که این در سال 20 سالگی طالب علم می شود. مثال وقتی که این طالب علم شد همون تقدیر قضا شد، قضاوت شد، همون تقدیر به وجود آمد، تطبیق شد. انا این قضا است. قضا وقتی که تقدیر به وجود می آید و واقعه به وجود می آید این قضا شد. تقدیر پیش از من شما 50,000 سال پیش خلق شدن نوشته شده است. بارک الله فیکم. البته علما میگن که اگر تأمل به نصوص و کلام سلف بکنید میابید که قضا و قدر این دو کلمه هست که غالبا در بسیار حالت متلازم است، به هم دیگرش است، همیشه تلازم دارد، پیوست می آید و یکیش معنای دیگرش رو میدهد و یکیش رو به جای دیگرش استفاده میبرند. از همین جهت از همه قاعده بهترینی که درباره قضا و قدر گفته شده است میگن که اذا اجتمعا افترقا و اذا افترقا اجتمعا. درباره کلمه ها همین قاعده رو ما باید خوب دقت بدیم. اذا اجتمعا افترقا و اذا افترقا اجتمعا، یعنی زمانی که هر دوی این کلمه در یک جا پهلوی هم ذکر می شود، القضاء و القدر در یک نصوص می آید، در این حالت هر دویش معنای علاهیده خاص رو دارد. تقدیر هر اون قدر همه اون تقدیرهایی که نوشته شده است در لوح المحفوظ وجود دارد. قضا همون تقدیرهایی که به وجود آمد به وقوع پیوست این رو قضا گفته می شود بعد از به وجود آمدنش. اما وقتی که هر دویش از همدیگرش جدا باشد، مثلا فقط کلمه قضا آمد یا فقط کلمه تقدیر آمد، در این حالت قضا تنها خودش اگر بیاد هم کلمه به وجود آمدن همون تقدیر نوشته شده و هم معنای قدر رو میدهد. تقدیر هم وقتی که خودش علاهیده آمد معنای قدر و قضا رو میدهد. بارک الله فیکم. این قاعده بیناد مهم است که درباره بسیار کلمه ها این رو گفته می شود. درباره بسیار کلمه ها گفته می شود. مثلا اسلام و ایمان، ایمان و اسلام از هم دیگر چی فرق دارد؟ علما قاعده رو ذکر میکنن که اذا اجتمع افترقا. اگر اسلام و ایمان در یک جا هر دوش بیاد، هر دوش معنای خاص رو دارد. اسلام تسلیم شدن ظاهری، ایمان تصدیق و اقرار کردن باطنی. اما اگر هر دوش در یک جا نبیاید، علاهیده بیاد، در یک جا ایمان بیاید و اذا افترقا اجتمع، اگر فقط ایمان خودش بیاد هم معنای ایمان هم معنای اسلام رو میدهد، یا که ایمان خودش یا اسلام خودش تنها بیاید هم معنای اسلام هم معنای ایمان رو میدهد. این یعنی آموختن فهم کلمه ها هست که
کلمه های شرعی باور بکنید نازک است، هم از نظر لغتان باید بیاموزید، هم از نظر بارک الله فیکم شرعا بیاموزید، تقسیماتش رو بدونید، زیرا که کلمه رو وقتی که خطا فهمیدید باقی مانده مسائل در بالای این مبنا می شود و خطا و غلط می رود. خیلی که کلمه ایمان، معنای ایمان رو لغتا اهل بدعت خطا فهمیدند، فقط گفتن که کلمه تصدیق است. خطا است، بلکه اقرار و تصدیق است. بارک الله فیکم. و این چنین شرعا خطا فهمیدند. پس ایمان رو می بینیم که وقتی که اهل بدعت لغتا خطا فهمیدند یا که از نظر شریعت هم معنای ایمان رو خطا فهمیدند، بعد از این در بسیار مسائل گمراه شدند. از همین جهت در شریعت هر یک کلمه باید 100% از جانب لغوی و از جانب شریعت و معنایش فهمیده شود. همه کلمه هایی که شریعت استفاده می‌برد و مهمترین کلمه‌ای که شریعت استفاده برده است و به خاطر همین من شما خلق شدیم، این کلمه توحید است که باید خوب بدونیم. امروز بسیاری مردم به گوناگون کلمه ها می‌درند، مشغول میشوند، اما لا اله الا الله رو نمیدانند، کلمه توحید رو نمیدانند. بارک الله فیکم. پس الله سبحانه و تعالی به هر یک چیز تقدیر معین کرده است، خیلی که لایق علمی الله سبحانه و تعالی است و خودش میداند و از همه چیز با خبر است. الله سبحانه و تعالی در سوره بقره آیه 117 میگه که و اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون. زمانی که الله یک امری رو، یک کاری رو قضاوت میکند، میگوید که کن بشو، میگه و میشود. در اینجا مسئله میباید که الله آیا همه چیز رو به دست خلق میکند یا که برعکس میگوید که به وجود بیا بشو، به وجود میآید. بله، الله سبحانه و تعالی از همه چیزهای بزرگ رو به دستش خلق کرده است، بمانند اینکه آدم رو، بمانند اینکه عرش رو، یعنی 4 چیز رو الله به دستش خلق کرده است. اما دیگر باقی مانده چیزها الله امر میکند که بشو، میشود. و از همین وقت فهمیدید که الله سبحانه و تعالی قضاوت رو چی گفت؟ قضاوت یعنی به وجود آمدن یک عملی. این قضاوت است، این قضاوت شد. تقدیر، قدر تقدیر چیزی که نوشته می شود. یعنی این فرقی این دو مسئله که باید در بین قضا و قدر فرقش رو ببینید. حیاکم الله بیاکم. با موضوع دوم داخل میشه. به موضوع دوم ما بینات موضوع این چنین چی است؟ بزرگ است در باب القضاء و القدر و اصلی فهمش قضا و قدر به همین ربط دارد. این رو علما میگن مرتبه های قضا و قدر، مراتب القضاء و القدر. بسیاری از علما تقدیر را میگن که مرتبه دارد. مثلا ابن تیمیه رحمه الله و ابن رجب حنبلی میگن که مرتبه قضا و قدر، یعنی قضا و قدر به 2 مرتبه به وجود می آید. مرتبه بارک الله فیکم علم و مرتبه کتابت. یعنی میگن تقدیر این علم الله هست که نوشته شده است. تقدیر این علم الله هست، مرتبه اول نوشته شده است. مرتبه دوم یعنی الله علم دارد در حق هر یک مخلوقات و همین علمش رو در بالای لوح المحفوظ نوشته کرده است، به قلم امر کرده و قلم نوشته است. این 2 مرتبه است. میگن خیلی که در شرح القصیده التائیه در فی القدر شیخ الاسلام تیمیه هم همین رو میگن 2 مرتبه است. و ابن رجبی حنبلی هم در جامع العلوم والحکم فی شرح 50 ادیس من حدیث نبی صلی الله علیه و سلم مجله 1 صفحه 60 و 61 همین رو میگن. بارک الله فیکم. اما دیگر از علما میگن که تقدیر 4 مرتبه دارد، 2 مرتبه نه، 4 مرتبه دارد. خیلی که ابن القیم الجوزی در کتاب شفاء العلیل صفحه 66 ذکر میکنند و بسیار علمای معاصر هم انا همین رو ذکر میکنند. بسیار علمای معاصر هم همین رو ذکر میکنند که تقدیر 4 مرتبه دارد. سوال به وجود میاد که من چگونه به تقدیر ایمان بیاورم و چگونه میتوانم به خودم باوری کنم که من به تقدیر ایمان آوردم؟
جوابش این که شما 4 مرحله 4 مرتبه تقدیر را بفهمید و هر یک این مرتبه را اقرار کنید، تصدیق کنید. مرتبه اول علم الله. سبحان الله. مرتبه یکم علم الله است. بدانید که علم الله همه چیز را پیش از به وجود آمدن میداند و علم الله همیشه با همراهی الله بود، زیرا که این صفتی ذاتی الله است، ازلی. و پیش از به وجود آمدن هر یک چیز الله از به وجود آمدنش، چگونه به وجود آمدنش و چگونه نابود شدنش با خبر است. علم الله سبحانه و تعالی کامل شامل است و دلیل بر این در قرآن و در سنت بین زیاد است. الله سبحانه و تعالی میگه ذلک لتعلموا، این که حتما بدانید ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض و ان الله بكل شیء علیم. همانا که الله میداند هر آن چیزی که در آسمان ها است و هر آن چیزی که در زمین است و همانا که الله به همه چیز داناست، یعنی علم دارد، علیم، علم دارد. سوره مائده 97. یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض. نه فقط در زمین، این من و شما و جن و حیوان ها و درخت و خاک و این دیگه همه حرکت های زمینی، بلکه در آسمان ها بوده همه این گالاکتیکی که وجود دارد، کائناتی که وجود دارد، هزارها سیاره که وجود دارد و هر حرکتی که وجود دارد به کدام جانب حرکت میکند و در جنت و در درون جنت بوده چیزها و در دوزخ و در درون دوزخ بوده چیزها، از همه چیز الله سبحانه و تعالی با خبر است. در صحیحین آمده است از حدیث علی بن ابی طالب رضی الله عنه که قال رسول الله صلی الله علیه و آله ما من نفس الا وقد علم الله منزلها من الجنه والنار. یگان نفس نیست مگر این که الله سبحانه و تعالی میداند منزل او را از جنت و از نار، از جنت و از نار. یعنی هر انسانی که در این روی دنیا زندگی میکند جای او را الله میداند که این انسان جهنمی است یا که جنتی است. حیاکم الله. این هم البته دلالت به بزرگی علم الله میکند سبحانه و تعالی. بارک الله فیکم. پس اگر خواهید که ایمان به تقدیر بیاورید، موحد در تقدیر باشید، حتما باید که شما اولین چیزی که ایمان می آورید، یعنی اقرار میکنید، تصدیق میکنید، ایمان می آورید به ایمان قول قلب، این علم الله هست. علم یعنی به کاملا دانستن الله همه چیز را، علم به علم تام پره کامل الله که تقدیر پره را به وجود می آورد. بارک الله فیکم. شما عقلا هم نظر کنید، هر کسی که علم دارد می نویسد، هر کسی که علم دارد می نویسد. پس الله تقدیر را نوشته کرد در اساس علمش، زیرا که الله عالم است. بارک الله فیکم. و قدریه ها، این فرقه های باطل، کسایی که تقدیر را انکار کردند، اولین وقتی که نشأت یافتند و به وجود آمدند، بدعت اولین این که اینها قدر را انکار کردند، چی میگفتند؟ این چنین علم الله را انکار میکردند، این چنین علم الله را انکار میکردند. هم نفی قدر هم نفی علم. ما در حلقه گذشته گفتیم که اجماع را احمد ابن حنبل نقل میکنند، ابو حاتم الرازی و ابو زرعة الرازی نقل میکنند، مالک، شافعی، ابن عباس، ابن عمر نقل میکنند که هر کسی که تقدیر را و هم علم الله را انکار کند، این چی است؟ این کافر است، به اجماع کافر است. سبحان الله. در اول مؤمن موحدین البته که اثبات میکردند علم الله را و قدر را، اما مبتدعین و این قدریه های مجوسی این امت هم علم الله و قدر الله را انکار میکردند، یا
کاملا اثبات میکردن یا کاملا انکار میکردن قدری ها. کسی که کاملا هم تقدیر را انکار کرد هم علم الله را انکار کرد و کافر شد، این معبد الجهنی بود. سبحان الله. و آیسته آیسته این چیز به وجود آمد که تا امروز این چیز در بین ما وجود دارد. این مرتبه اول است، مرتبه اولی تقدیر علم است. شما اگر خواهید که به الله، به تقدیر الله نوشته و به همون قدر ایمان بیارید، اول به علم الله ایمان بیارید. کامل است و شامل است و یگان چیز از علم الله بیرون نیست، یگان حرکت از علم الله بیرون نیست. در چقورترین زمین، در پایانترین بحر، در او هم ظلماتی یک حرکتی که می شود، یک دانه سنگ و یک دانه قمی که است، مگر این که در علم الله وجود دارد. ولا یسقط من ورقه الا، یگان ورقه، یگان برگ درخت نمیغلطد الا فی کتاب مبین، مگر این که و در کتاب مبین هست، یعنی در علم الله هست، در تقدیر نوشته شده است. پس به علم الله ایمان بیارید که از حرکت شما، از به گناه رفتن شما، به نیکویی رفتن شما، از نفاق و از بدگمانی و از همه چیزی که در درون دل شما وجود دارد، الله با خبر است. سبحان الله. و اسروا قولکم او اجهروا به انه علیم بذات الصدور. اگر پنهان کنید هم آشکار کنید هم، الله از دلهای شما، از درون شما آگاه است. وقتی که در حقیقت به علم الله ایمان می آورید، شما از نفاق دور می شوید. یکی از فایده هاش همین است که انسانی که در حقیقت صادقانه، مخلصانه به علم الله، به صفت الله که علم است، صفت ذاتی الله است، ایمان آورده است، او منافق نمی شود. منافق ها که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند و امروزها وجود دارند، از این منافقان مرتدین و غیره، اینها به علم الله حالا ایمان آوردند. اینها فکر میکنند که الله این منافقان را نمیداند، نمیفهمد، نمیشناسد. منافقان حزبیین، منافقان مدخلیین، منافقای این قبوری ها و غیره که به سبب نفاقشان بسیاری اونها بر ایده واقع شدند، اینها فکر میکنند که انسان ها اینها را نمیشناسد، الله هم نمیشناسد. در زمان پیامبر هم منافقان همین چنین بودند. یعنی سبب به وجود آمدن این نفاق چیست؟ ایمانی کامل نداشتن به یکمین مرتبه قدر. به یکمین مرتبه قدر این چیست؟ به علم الله. وقتی که من و شما میدانیم که الله همه کاری من شما رو میداند، گمانی من شما رو میداند، نقشه من شما رو میداند، درونی فکری من، اندیشه من شما رو میداند، پس شما چگونه میتوانید که فکری بد داشته باشید، نفاق داشته باشید، ضد قرآن و سنت عمل کردن به نقشه داشته باشید، ضد موحدین باشید؟ نمیتوانید. اما کسی که به علم الله ایمان ندارد، هر خیل نقشه میکشد. ظاهرا خود را مسلمان، باطنا نفاق دارد، کفر دارد. و جای اینها را الله چی گفت؟ فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. این خیل منافقایی که به علم الله ایمان کامل ندارند یا ایمان ندارند، جای اینها از همه پایانترین، چقورترین جای جهنم است. الله المستعان. پس اولین مرتبه قدر علم است که باید به علم که صفت الله است ایمان بیاورید و از همه جانبش بیاموزید. و بعد از اینکه علم را فهمیدید، باید ایمان بیارید به مرحله دوم قدر، قضا و قدر. مرحله دوم این کتابت است. ایمان بیارید یعنی تصدیق کنید، یعنی اقرار کنید که الله همین علمش را که در بالای مخلوقاتش هست، همه اش را نوشته کرده است. چگونه نوشته کرده است؟ به قلم امر کرده که اکتب، بنویس ای قلم، نوشته است. کتابت این کلمه عربی تاجیکی هم شما میفهمید. کتابت نوشتن، نوشتجات، نوشته شده. از نظر شریعت معناش این است که ان الله كتب مقادير الخلائق كلها قبل ان يخلقهم. همانا که الله نوشته است همه مقادیر، همه تقدیرهای همه خلائق را، همه چیزهای خلق شده را پیش از این که خلق بکند. ما چه خیلی که سوره سیر را گفتیم 50,000 سال پیش از خلق کردن زمین و آسمان. الله سبحانه و تعالی در سوره حج 72 میگوید که الم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والارض ان ذلك في كتاب ان ذلك على الله يسير. آیا نمیدانی که همانا که الله میداند هر آن چیزی که در آسمان است و در زمین است. یعلم ما في السماء والارض، و همانا که
همه این حادثه هایی که در زمین و آسمان می شود در کتاب وجود دارد. کتاب چیست؟ لوح المحفوظی که در همونجا نوشته شده است. این ذالک فی کتاب، هر یک حادثه در کتاب وجود دارد. یک برگ درخت غلطیدنش در کتاب وجود دارد. این ذالک علی الله یسیر، و این برای الله آسان است. شما فکر نکنید که این مشکل است. چگونه الله میداند؟ ما میگیم که علم الله را به علم مخلوقات شما تشبیه ندهید. این است تشبیه. شما میگید که چگونه الله سبحانه و تعالی همه این چیزها رو در واقع یک وقت میدونسته است، این است و آن است. شما یعنی اعوذ بالله به علم ناچیز خود فکر کرده اید که علم الله هم همچنین است. این تشبیه است و این جایز نیست، این کفر است. صفاتهای الله به صفت مخلوقین مانندی ندارند. لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. به مانند الله، به مثل الله هیچ کسی، هیچ چیزی وجود ندارد که مثل صفت الله صفت داشته باشد. و الله شنوا و بینا است. شنوایی الله مثل شنوایی انسان نیست، بینایی الله مثل بینایی انسان نیست، و این چنین علم الله مثل علم انسان نیست، بلکه به نهایت بزرگ است و وسیع است. از همین جهت ما صفات ها را اثبات میکنیم، صفات های الله را اثبات میکنیم، اما به چگونگیش، چه خیل بودنش ما صحبت نمیکنیم، زیرا که عقل های ما او را جمع کرده فهمیده نمیتواند. و بدانید که همین چیزها را دانستن الله به الله وزمینی نمی آرد، به الله مشقت نمی آرد، الله را خسته و مانده نمی کند، زیرا که این به نظر ما بزرگ است. بله بزرگ است، اما برای الله آسان است. یعنی دانستن همه حرکت و همه چیزهایی که به وجود می آید، آمده است و نه آمده است، هم از جمادات هم از مخلوقات جاندار و بیجان، همه این برای الله آسان است، زیرا که الله خودش میگه این ذالک علی الله یسیر، همانا که همه این چیزها برای الله آسان است، یعنی علم داشتن و نوشته کردنش. در سوره انعام آیه 38 الله میگه ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ما در کتاب چیست؟ لوح المحفوظ، هیچ چیزی را ترک نکردیم. هر یک حادثه که در این عالم به وجود می آید، الله سبحانه و تعالی این حادثه را 50,000 سال پیش از خلق کردن زمین و آسمان نوشته کرده است و الله میدانست. و در درون لوح المحفوظ در کتاب این چیز وجود دارد. یگان حرکتی نیست که شما بگید که نه این چیز نبود. یک قلم از دست شما میغلطد، الله این را در لوح المحفوظ نوشته کرده بود. امروز شما در اینجا نوشته در کامنتاری میکنید، در لوح المحفوظ نوشته بود. درس امروزه ما در لوح المحفوظ نوشته شده بود. 50,000 سال پیش از خلق کردن زمین و آسمان که ابو محمد مدنی گفتن یک انسان همچنین درسی و در درون این درس فلان نفر انسان‌های همه‌اش نوشته شده است. یگان حادثه بیرون است. تو همین درجه ما باید بدونیم. تو همین درجه ما باید اعتقاد داشته باشیم. الله سبحانه و تعالی میگه قال فما بال القرون الاولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. بدانید که علم الله چگونه علم است. علم الله همون گونه علم است که هیچگاه فراموش نمی کند و هیچگاه یگان چیز از علم الله بیرون نمی شود. چخیلی که در سوره طه 52 گفت قال علمها عند ربي في كتاب، گفت که علم این در نزد رب من در کتاب است، یعنی در لوح المحفوظ است. لا یضل ربی ولا ینسى، الله هیچگاه نافهمید نمی کند و هیچگاه فراموش نمی کند. و این ببینید، اگر کسی که به علم الله ایمان بیارد به گناه دست نمی زند. شما هیچگاه فکر نکنید که گناه رو میکنید فراموش میکند. چه خیلی که خود شما فراموش میکنید، چه خیلی که گرد اطرافتون بوده انسان ها فراموش میکنند، شما فکر نکنید که الله فراموش میکند. نه، الله هر چیزی که در لوح المحفوظ نوشته کرد، شما فکر نکنید که نوشته کرد و بعد از این فراموش می شود. نه، همش در علم الله وجود دارد. فراموشی در الله وجود ندارد. این شرط ایمان به علم الله است. بارک الله فیکم. پس بالاخره اگر به علم الله ایمان آوردید، پس به چی باید ایمان بیارید؟ به مرتبه دوم کتابت ایمان بیارید که الله همین علمش رو نوشته کرده است در لوح المحفوظ. لوح المحفوظ کجا است؟ و عنده ام الکتاب، در بالای 7 آسمان است. در صحیح آمده است، خیلی که در حلقه گذشته گفتیم، بارک الله فیکم، حدیث رو
امام بخاری روایت میکنند، امام مسلم روایت میکنند. حدیث یعنی متفق علیه است، از همه درجه بلندترینی به قوتترین حدیث متفق علیه است. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محاله فالعینان تزنیان و زناهما النظر. یعنی به هر یک فرزند آدم نصیبش از زنا نوشته شده است. هر یک فرزند آدم نصیب دارد از زنا و در لوح المحفوظ نوشته شده است. این خواهد نخواهد به همین چی می شود؟ واقع می شود. فالعینان تزنیان، دو چشم زنا میکند، البته به اختیار خودش. نوشته شده است در تقدیر. معناش این نه که شما نمیخواهید ولی که شما مجبورید ببینید، نه، در تقدیر نوشته شده است که شما به اختیار خود به چشمتون نظر میکنید. امروزه چشمهای من و شما اعوذ بالله چشمهای به نهایت واقع شده به زنای چشم است. با این اینترنت یک با کتاب خوندن داخل میشوید که به شما یک نمایش یک چند ثانیه میبرد که علاج این رو محکم کردن نظر میکند. البته نظری اول، نظری فجعه، اگر به ناگاه نگاه دیده باشد این چی است؟ معفو و ننهو است. اما به قصد نگاه کردن این فیلم هایی که برآمده و غیره و غیره، یعنی اعوذ بالله من و شما از این چیز پاک نیستیم. زینای چی است؟ نظر کردن است. یعنی این در تقدیر آمده است. و از حدیث جابر آمده است که پیامبر به پیامبر صلی الله علیه و گفته شد که فیما العمل اليوم افیما جفت به الاقلام وجرت به المقادر ام فیما نستقبل قال لا بل فیما جفت به الاقلام وجرت المقادر. پیامبر رو پرسیده شد که امروزه عملهایی که ما میکنیم، این عملهایی که ما میکنیم آیا نوشته شده است و این نوشته شده ها خشک شده است و از لوح المحفوظ است، یا که امروزه عملهای نو به نوی کرده ما حالا نوشته می شود؟ و البته که پیامبر صلی الله علیه و گفتند که نه، گفتند بلکه همه عملهایی که ما میکنیم نوشته شده است در با قلم و همه اش خشک شده است، همه اش خشک شده است. حدیثی است امام مسلم روایت میکنه. بارک الله فیکم. پس علم لازم به کتابت است و امر نمی کند به کتابت مگرم عالم. یعنی الله عالم است و امر کرد به همون کتابت نوشتنی همون علمش که قلم نویست. اگر الله عالم نباشد اون چیزی که نوشته شده است این جهل است. اعوذ بالله. از همین جد ما میگویم که البته که الله عالم است و این صفتی ازلی الله است و بعد از این همین علمش رو نوشته است. بارک الله فیکم. پس هر یک کتابه تقدیری که وجود دارد این چی است؟ این علم الله است. هر یک تقدیری که وجود دارد این علم الله است. باور بکنید و یقین بدانید که اثبات کردن کتابت یعنی نوشته شدن تقدیر، اثبات کردن تقدیر ناممکن است مگرم به اثبات علم. اگر علم را اثبات نکنید نوشته شدن علم و تقدیر اثبات کردن نمیشد. از همین جهت علما اجماع کردند که هر کسی که علم الله را انکار بکند این کافر است و مرتد می شود. به خاطر اینکه به مجرد انکار علم الله نوشته شدن همون علم و تقدیری که وجود دارد انکار کرده می شود. زیرا که نوشته شدن و تقدیر بدون علم به وجود نمیاد. به وجود نمیاد مگرم با علم. بارک الله فیکم. پس کتابت کی ثابت شد؟ وقتی که الله در قرآن به ما خبر داد کتابت ثابت شد. اما علم الله کی ثابت شد؟ علم الله بدون قرآن و سنت هم به فطرت هم به عقل ثابت است، هم به قرآن و سنت. و الله عالم است پیش از نوشتنش. شما خوب دقت بدید. آیا پیش از نوشتن تقدیر الله عالم بود؟ بله، الله عالم بود پیش از نوشتنش. و در حالت نوشتنی همون نوشته شدنی همون تقدیر الله عالم بود و الله بعد از نوشتن این هم عالم است. الله علمش ازلی ابدی هست. بارک الله فیکم. پس اکنون فهمیدید که چقدر الله بزرگ بوده است که چقدر الله بزرگ باشد تقدیر همون قدر از همه جهتش چی است؟ انیق و دقیق است. پس علم، قدر، کتاب همش یک چیز است میگن، برابر است میگن. چخیلی که ابن المهدی ذکر میکند و ابن المدینی ذکر میکند. بارک الله فیکم. پس اکنون فهمیدید که
مرتبه یکم چی بوده است؟ علم. مرتبه دوم کتابت، الله همین کتابت رو نوشته است. و مرتبه سوم مشیت. بارک الله فیکم. مشیت یعنی چی؟ یعنی الله سبحانه و تعالی اراده دارد و خواسته دارد. هر حادثه که در این دنیا می شود در زیر خواست الله و اراده الله به وقوع پیوست می شود، خواه بدی باشد خواه نیکی باشد. اما اینجا خوب دقت بدید که دو اراده داریم، اراده کونی و اراده شرعی. الله کونن در تقدیر نوشته است که یعنی یک انسان زنا میکند، همین زنایی که به وجود می آید آیا الله همین خواست اراده کرد؟ کونن بله. برای چی؟ برای که یگان عمل بدون اجازه و بدون خواست الله وجود نمیاد. اما خواست الله معناش این نیست که الله خواست شما زنا کردید و این برای شما حلال شد. نعوذ بالله، این کونی هست. هر اراده کونی الله معناش این نیست که الله از همون اراده کردهش راضی است و دوست می‌دارد. نه، اراده الله دو نمود است. یک نمودش همراهش همیشه محبت است و یک نمودش همراهش محبت نیست، فقط اراده است. اراده کونی الله همراهش محبت نیست. یعنی الله خواست اما اینا دوست ندارد. چرا خواست؟ برای اینکه الله دانست و فهمید که یک انسان زنا میکند و همین رو نوشت و همین اجازه داد، زنا کرد اما اینا دوست ندارد. در اراده شرعی الله با خواست شرعی دارد. در اراده شرعی الله گفت که زنا نکنید، زنا رو ترک کنید، من زنا رو بد میبینم. دو اراده است که اهل بدعت این اراده ها رو نفهمیدند و گمراه شدند. اراده کونی چیست؟ ان شاء الله در حلقه آینده ما این دو اراده رو به شما با شرح و تفصیل ذکر میکنیم که اراده کونی خواست. اراده کونی یعنی اراده که به شریعت تعلق ندارد، اراده عمومی کونی که این اراده الله، این خواست الله به محبت الله تعلق ندارد. در اراده کونی چیزهایی که الله بد میبیند، خودش راضی نیست، به وجود می آید. بمانند کفر، بمانند شرک، بمانند این همه محرماتی که امروز در دنیا هست. آیا الله همون به وجود آمدنش رو خواسته است یا نخواسته است؟ ما گفتیم که یگان چیز بدون خواست الله به وجود نمیاد، اما این خواست کونی هست. یعنی الله اینا یعنی اجازت نداد، بلکه کونن یعنی عموما الله سبحانه و تعالی همچنین چیزها رو من باب ابتلا به حکمت به وجود آورد و انسان ها به اختیار خودش وقتی که این عمل ها رو، کفری رو یا شرکی رو انجام میدند، الله این خواست، برای اینکه اجازت داد، یعنی اختیار داد به اینها. اگر الله نمیخواست به وجود نمیاد. اما اراده شرعی با الله دارد. بعد از این به ما خواسته هایی که الله دوست می‌دارد به ما خبر داد که بنده های من دوست می‌دارم که موحد باشید، من بد می‌بینم که مشرک باشید، من دوست می‌دارم که حلال بکنید، من بد می‌بینم که حرام بکنید. اما کسی که به این میرود به اختیار خودش و کسی که نمیرود به اختیار خودش، این رو میگن مشیعه. مرتبه سوم تقدیر مشیعت است، اراده، خواست، که البته ما در حلقه آینده اراده الله رو تقسیماتش رو که کونی شرعی جدا میکنیم و تقدیر هم دو نمود است، تقدیرهای کونی و تقدیرهای شرعی. اگر تقدیر کونی از تقدیر شرعی جدا کردن نتوانید آدم گمراه می شود. و اشعری ها و ماتریدی ها و این قبوری ها همه از سبب همین جدا نکردنی تقدیر کونی و تقدیر شرعی یا اراده کونی و اراده شرعی گمراه شده اند، که البته یک درس خاصی رو در بالای این ذکر میکنیم. پس اولین مرتبه قدر این است که به علم الله ایمان بیاورید. به علم الله ایمان آوردید، تصدیق و اقرار کردید و بعد از این ایمان بیارید که الله همین رو نوشته کرد. و بعد از این ایمان بیارید به مرتبه سوم، یعنی اقرار کنید، تصدیق کنید که الله همین نوشته هاش را چی به خواست خودش به وقوع میپیوندد، به خواست الله به وقوع میپیوندد. در این کائنات، در این فلک و در این گالاکتیکا هر حرکتی که، هر چیزی که به وجود می آید مگر این که به اراده الله به وجود می آید، به تدبر برنامه نظام الله به وجود می آرد و الله اجازت می دهد به وقوع پیوستنش و به مشیت الله به وجود می آید. سبحان الله. اما این مشیت الله مشیت انسان رو، یعنی اراده انسان رو، خواست انسان رو نفی نمی کند. شما خوب دقت بدید، اینجا دو خواسته وجود دارد، خواسته الله، اراده الله و اراده و خواسته انسان.
ما گفته ایستادیم که هر یک چیزی که میشود در زیر خواسته کونی الله است. اراده کونی الله معناش نیست که من و شما خواسته نداریم، من و شما هم خواسته داریم. یعنی الله دانست، فهمید که ما به اختیارمون یک عمل رو میکنیم و به همین اجازه داد و به خواسته الله این خواسته ما به وجود میاد. بارک الله فیکم. پس علما میگن که و انما للانسان مشیئه جاریه تحت مشیئه الله، همانا که انسان خواست و مشیئت دارد که این خواست و مشیئتش به حرکت میدارد و اراده اش به وجود می آید. اختیار انسان در زیر اختیار الله سبحانه و تعالی. چه که الله سبحانه و تعالی در سوره انسان آیه 29 گفت و ما فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، هر کسی که خواهد به سوی الله راهش رو اختیار میکند. الله خواستن رو، اختیار رو به بنده چی کرد؟ نسبت داد. یعنی ما اختیار هم داریم. آدمی که گمراه میشود به اختیار خودش گمراه میشود. آدمی که بارک الله فیکم هدایت مییابد به اختیار خودش هدایت مییابد. پس در دوامش میگه که و ما تشاؤون الا ان یشاء الله ان الله کان علیما حکیما، و شما هیچ چیزی را اراده نمیکنید نمیخواهید مگر این که الله خواسته رو اراده میکنید. یعنی الله هر چیزی را که خواسته باشد همین رو شما میخواهید و همانا که الله دانا و حکیم است. معنای سخن چیست؟ با بعضی از انسان ها گویا که این سخن ضدیت دارد. الله به ما اختیار داده است اما هر کاری که میکنیم باز در زیر خواست الله بوده است. بله ما اختیار داریم و هر کاری که میکنیم این در زیر علم الله است. الله در علمش فهمید که ما یک عمل رو به اختیار خود میکنیم و همین رو نوشته کرد. انا همین چیز رو ما باید بدونیم. ما اختیارا انجام میدیم و همین اختیارا عملی انجام داده امون رو الله 50,000 سال پیش از این فهمید که ما به اختیار خود انجام میدیم و به لوح المحفوظ نوشته کرد. لمن شاء منكم استقیم و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین. سوره تکویر 28 و 29. پس در حدیث بخاری هم اومده است که از حدیث ابی قتاده است که میگه ان الله قبض ارواحکم حين شاء و ردها حين شاء. الله سبحانه و تعالی روح شما را قبض کرد زمانی که خواست و زمانی که میخواد روح شما رو میگیرد و زمانی که خواست به شما روحتون رو باز میگرداند. یعنی زمانی که ما خواب میرویم روحای ما به آسمان میبراید، الله روح ما رو قبض کرد و زمانی که باز از خواب میخیزیم با روح ما رو الله دوباره میدهد. چه که در آیات قرآن اومده است که این مرگ کوچک است. ابن القیم الجوزی در کتاب الروح ذکر میکند. بارك الله فی الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيقبض الذي قضى عليها الاجل ويمسك الذي قضى عليها الاجل ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. اینو دلالت میکند که دو مرگ وجود دارد، مرگ کوچک و مرگ بزرگ. مرگ کوچک الله روح شما رو میگیرد، از جسمتون روحتون بالا میرود و باز دوباره اجازه میدهد که به جسمتون بازگردد و از خوابتون میخیزید. این مرتبه چی بود؟ مرتبه سوم بود. مرتبه چهارم خلق است. البته مرتبه چهارم رو میگوییم با این ایمان به تقدیر رو در همین حلقه رو به پایان میرسونیم. مرتبه چهارم خلق است. الله سبحانه و تعالی خلق کرد همه جسم هایی که در این دنیا وجود دارد. هر جسمی که هر ذاتی که وجود دارد الله خلق کرد و هر یک چیزی که به وجود آمده است الله خلق کرد. خیلی که الله در سوره زمر آیه 62 میگه الله خالق کل شی، الله خلق کننده همه چیز است و هو علی کل شی وکیل، و الله به همه چیز وکیل است. و از خلق الله چی است؟ خلق فعل های بنده ها است. خلق و افعال العباد میگن. همین فعل هایی که ما انجام میدیم الله خلق کرده. سجده میکنیم، حرکت میکنیم، صحبت میکنیم، نگاه میکنیم و هر کاری که میکنیم الله خلق کرده است. خواه چیزهای نیک باشد خواه چیزهای بد باشد. شما نگویید که سجده کردن رو الله خلق کرده است اما زنا کردن رو الله خلق نکرده است. صدقه کردن رو الله خلق کرده است اما دزدی کردن رو الله خلق نکرده است. توحید رو الله خلق کرده است، شرک رو الله خلق نکرده است. این سخن رو نگویید و این سخن قدریه ها هست و این سخنتون معناش این است که دو اله وجود دارد. الله نیکی رو خلق کرده، بدی رو شما خلق کردید و این کفر است و شرک است و به اجماع این چنین آدم کافر می شود. خیلی که سخن احمد ابن حنبل رو ذکر کردیم. بلکه همون نیکی و همون بدی رو الله خلق کرده است. الله به شما گوسفند خلق کرده و این چنین خوکی که حرام گفته الله خلق کرده اما حکمت دارد. همون شراب رو هم الله خلق کرده اما حکمت دارد. هر چیزی که بد است خلق شد این معناش این نیست که این چیزی بده که از نظر من شما است در نزد الله بد است. نه، شما باید اینو خوب دقت بدید. هر اون چیزی که در نظر من شما بد است
الله خلق کرده و اما بدی رو به الله وقتی که میگیم در نزد الله به حکمتش و به علمش خلق شده. بارک الله فیکم. الله همه انسان ها رو من شما رو هم خلق کرده است و حرکت من شما، فعل های من شما رو هم خلق کرده است. چلی که در سوره صافات الله سبحانه و تعالی در آیت 96 میگه والله خلقکم و ما تعلمون. الله شما رو خلق کرد و اون چیزی که شما میدونید همون رو هم خلق کرد. من شما چی میدونیم؟ حرکت رو میدونیم، غذا خوردن رو میدونیم، خوب رفتن رو میدونیم، هر چیزی که میدونیم و حرکت میکنیم الله خلق کرده است. بعضی ها میگن که الله مرا خلق کرد و بعد از این دیگر چیز رو به الله نسبت نمیدن. نه، الله شما رو خلق کرد و حرکت و فعل شما رو هم خلق کرد. اکنون شما فهمیدید که بارک الله فیکم چگونه به تقدیر ایمان می آوردیم؟ به 4 مرتبه اش ایمان می آوردیم. علم الله اقرار میکنیم، تصدیق میکنیم. علم الله نوشته شد در لوح المحفوظ، همون علمش رو الله نوشت، اقرار میکنیم، تصدیق میکنیم. و بعد از این همون علم الله که نوشته شد در لوح المحفوظ همه اش به وجود، به وقوع میپیوندد. به چی؟ به مشیت الله و اراده الله، یعنی به صفت مشیت و اراده الله ایمان میبریم. و بعد از این بارک الله فیکم ایمان میبیاریم به صفت دیگری الله سبحانه و تعالی که الله همه چیز رو خودش خلق کرده، همه نوشته هاش رو خودش از این حرکت ها خلق کرده، هم انسان رو هم فعل هاش رو خلق کرده. از همین جد امام بخاری یک کتاب آخرینی که نوشتن خلق و افعال العباد بود نامش، خلق و افعال العباد، یعنی الله خلق کرده از فعل های بنده را. پس این 4 صفت های الله هست: العلم والکتابت والمشیئت والخلق. اگر شما خواهید که به تقدیر ایمان داشته باشید و موحد در تقدیر باشید و توحید ربوبیتتون کامل باشد، به علم الله و به کتابت که همین علم رو الله نوشته است و به مشیئت و اراده الله که بیان کردیم و به خلق ایمان بیاورید. و با همین این مرتبه ها به پایان میرسد و ما در حلقه آینده باقی مانده از مسائل تقدیر رو بیان میکنیم که تقدیر با چند قسم است، چند نمود نوشته شده است و غیره و غیره. بارک الله فیکم و حیاکم الله بیاکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.